بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه دفاع از سنت. بینندگان عزیز و گرامی، ما در این برنامه در مورد جمع‌آوری احادیث و نوشتن و کتابت حدیث در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در عصر صحابه و در عصر بزرگان تابعین، یعنی کبار تابعین که اصطلاحی است حدیثی، اصطلاح محدثین است، بهش میگن کبار تابعین. در این مورد صحبت کردیم، یعنی تابعینی که سنشون بزرگ است و بیشتر اصحاب رو دیدند. در این برنامه ما قصد داریم در مورد تدوین و کتابت حدیث در قرن دوم هجری صحبت بکنیم، یعنی از سال 100 به بعد که میشه قرن دوم. چرا که این قضیه خیلی اهمیت داره. ما باید بدونیم این احادیثی که الان امروز در دسترس ما هستند چگونه جمع‌آوری شدند. آیا مثل شبهاتی که مطرح میشه، آیا این گونه است که این احادیث بعد از 300 سال جمع‌آوری شده، بعد از 300 سال جمع‌آوری شده، یا خیر در اصل خود پیامبر نوشته شده، در اصل خلفای راشدین و دیگر علمای اسلام اینها رو نوشتند؟ که اگر این گونه هست، تمام حرف و شک و شبهه‌ای که این گونه افراد مطرح میکنند همه برطرف میشه و به این یقین میرسیم که احادیث هرگز این گونه نبوده که همینجوری بیاد و فراموش بشه قسمت اعظمش، یا حتی جزئی از اون فراموش بشه و به دست ما نرسه. هرگز این گونه نبوده، چون کل اینها تدوین شده، در دایره المعارف امت اسلام نوشته شده، همون گونه که قرآن رو نوشتن، احادیث رو هم نوشتن، اقوال صحابه رو حتی نوشتن و چیزی برای ما نگذاشتن که از دستمون در بره، که ما نتونیم بهش برسیم، اون علم به ما نرسه، چون الله متعال وعده کرده که این دین رو حفظ میکنه و حفظ دین بدون سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قابل تصور نیست. دینی که سخنان پیامبرش، رهبرش حذف شده باشه، دیگه این دین کاملی نیست، یعنی مردم دین ناقصی بهشون رسیده. که خداوند متعال این مرحمت و این لطف رو در مورد امت اسلام انجام داده که دین رو به صورت کامل براشون حفظ کرده و تا روز قیامت، تا روزی که خدا خودش بخواد، این دین همین گونه کامل خواهد موند. خب امروز برنامه در مورد تدوین حدیث در قرن دوم هست، یعنی زمانی که تابعین، صغار تابعینی که تعداد کمی از اصحاب رو دیدن و در خدمت اونها درس خوندن، اینا بهشون گفته میشه صغار تابعین، و بزرگان تابعین، کسانی مثل امام مالک که در این قرن زندگی کردن. امروز میخوایم در این مورد صحبت کنیم، ببینیم در این عصر، در این قرن، تدوین و نوشتن حدیث چگونه بوده. آیا مثل قرن اول بوده یا تغییراتی بر اون وارد شده، و اگر تغییراتی وارد شده، اون تغییرات چگونه هستند؟ به همین خاطر ما در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم. جناب دکتر السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید به برنامه. شما ما بینندگان عزیز سلام علیکم بکنید و میریم سر اصل موضوع. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، در این مقدمه‌ای که عرض کردم، تدوین در عصر صحابه در موردش صحبت کردیم، در قرن اول در عصر کبار تابعین در موردش صحبت کردیم. الان میخوایم ببینیم که بعد از این دوره آیا تدوین حدیث همین گونه ادامه پیدا کرد یا انقطاع داشت، یا اگر ادامه داشته به همون منوال بوده یا تغییراتی بر اون وارد شد. میخواستیم ببینیم چگونه هست. بله، بسیار سوال بجایز، در واقع جای خود دارد. البته تدوین حدیث تا این عصر، یعنی تا اواخر قرن اول، به صورت همین جوری جمع‌آوری شده، یعنی اینجوری نبوده که مثلا ابواب بندی شود و تصنیف شود و مرتب شود و این چیزها نبوده. هر چیزی بالاخره حدیثی دستشون گیرشون اومده، به خاطر اینکه راحت تر حفظ کنند و اینا
نوشتن برایشون مهم نبوده هر طوری باشد. مثلا حدیثی باشد در مورد نماز، یکی در مورد روزه، یکی در مورد زکات، یکی در مورد حج، یکی در مورد معاملات، در مورد عقیده، در مورد غزوه، در هر چی باشد. یعنی به صورت یعنی نمیدن دسته‌بندی بکنن این حدیث مال نمازه، این حدیث مال روزه است. اصلا اومدن فقط حدیث رو هر چی شنیدن فوری نوشتن. مثلا یکی در مورد روز قیامت بوده، یکی در مورد روزه بوده. بله بله بله، یعنی ترتیب خاصی نداشتن. در این عصر دیگه ابواب بندی و ترتیب بندی و در واقع تصنیف آغاز می شود. یعنی در قرن دوم. بله. حالا چون تدوین، معنی تدوین در اصل یعنی ثبت کردن، یعنی اون چیز را ثبت کنید، بنویسید. فقط محض نوشتن. درست. اما تصنیف یعنی نوشتن با ترتیب و تنظیم معینی. درسته. یک نوع ترتیب و تنظیمی در آن لحاظ شود، این گفته می شود تصنیف. در واقع در ابتدای قرن اول دیگه تصنیف شروع می شود، آغاز تصنیف احادیث است. اما بهتر است که ما در این عصر ببینیم این چه عصری بوده. یعنی در ما این عصری که ما داریم در آن سخن میگوییم، چون ما در قرن اول در مورد یعنی احادیثی بود که شامل خود عصر رسول خدا می شود صلی الله علیه وسلم، یعنی عصر همون عصر خود او شامل می شود، این 100 سال که بیان کردیم، و شامل عصر صحابه می شود به صورت کلی، و شامل عصر کبار تابعین و متوسطین تابعین، یعنی بزرگان تابعین و حتی متوسطین هم. اکنون ما که به قرن دوم رسیده ایم، الان عصر صغار تابعین است. عصر تابعینی است که علم و دانش خود را بیشترش از کبار تابعین گرفتند و از تابعین متوسط گرفتند و قسمت کمی هم از صحابه گرفتند. مثلا اگر 30% از صحابه گرفتند، 20%، 30%، 70% از تابعین گرفتند. حالا ما در این عصر هستیم و عصر کبار تابعین دیگه، مثل امام شافعی و امام مالک و امام سفیان ثوری و سفیان بن عیینه و این بزرگان. یعنی این عصر شاید بگویم طلایی ترین عصر اسلام است. یعنی در ابتدای قرن اول از نظر وفود، ابتدای قرن دوم از لحاظ وجود علما و دانشمندان بسیار زیادی در این عصر. درسته. علماء فراوانی در این عصر زیستند. به همین خاطر تقریبا یعنی صغار تابعین بعضی هاشون وفاتشون تا 140 هجری ادامه داشته. 140 هجری این صغار تابعین است. مثلا الان امام ابو حنیفه در 150 متولد شده، یعنی حتی جزء تابعین محسوب نمی شود، جزء صغار تابعین محسوب نمی شود. امام یعنی نه عفوا، امام ابو حنیفه فوت کرده در 150 فوت کرده، در 70 متولد شده، ولی اون جزء تابعین است، یعنی جزء تقریبا متوسطین تابعین متوسط می شود. البته صحابه را ندیده، یعنی اونجوری که معروف است صحابه را ندیده در واقع. بعضی ها میگویند گویا انس بن مالک را دیده است ولی ندیده، هرچند در عصری بوده که اونا بودند. در عصر صحابه زیسته، یعنی چون تقریبا سال 70 هجری و که اون متولد می شود صحابه وجود داشتند در اون عصر و کبار تابعین و اواسطی به وفود وجود داشتند. در نتیجه اما او ثابت نشده، هر بعضی میگویند که انس بن مالک را دیده است. پس صغار تابعین تا 140 هجری زیستند در این عصر. حالا دیگه یعنی نسل دوم در همین قرن نسل اتباع تابعین است، بزرگان اتباع تابعین، که اینها کسانی هستند که در این عصر زیستند و در واقع دیگه کار خود را در اینجا انجام دادند و شروع کردن به تدوین حدیث به صورت تصنیف و ترتیب. حالا
در این عصر هم اگر ما بیان کنیم در واقع انگار این قرن دوم دیگه رهبریت این حرکت علمی و تلاش علمی داره به عهده میگیرد و این زمانی است که اهل بدع در اینجا بالاخره در برابر اهل بدعت قرار میگیرند، اهل حدیث و اهل سنت و حتی علمای امت و حکام این امت، حاکمان این امت، به گونه‌ای که کسانی که مثلا احادیث دروغین را مثلا می ساختند در برابر آنان قرار می گرفتند، که در این عصر توسط مثلا خلیفه مهدی رحمه الله دستور می دهد یک نفر را مأمور می کند برای زنادقه، که فقط در برابر زنادقه، کسانی که هستند اهل یعنی احادیث را جعل می کنند، چون کار زنادقه بوده جعل احادیث را جعل می کنند یا افکار غیر دینی را در میان مردم منتشر می کنند، کسی را مأمور می کند فقط مخصوص این برای این کار، به اسم مثلا حمدونه که معروف است به صاحب زنادقه، معروف است به صاحب زنادقه. در اصل اسمش محمد ابن عیسی اهل میسان است. اهل میسان یک سرزمینی است در بین بصره و تقریبا واسط، در این وسط قرار میگیرد که الان شاید به این اسم اکنون نباشد، یعنی این اسم یعنی اسمی است در اون عصر به این اسم معروف بوده. در نتیجه یعنی در اصل اون شخص افرادی قبل از این وجود داشت. عمر کلوزانی مأمور زنادقه بود، اما بعد از وفات او دیگه کار به حمدونه رسید که حمدونه خیلی وسیعتر در برابر زنادقه قرار گرفت و به همین خاطر او دیگه معروف شد به اسم صاحب زنادقه. این نکته خیلی مهم است، یعنی این مطلبی که بیان کرد امام ابن حجر این قضیه را بیان می کند و امام ذهبی در مورد این عصر مطالب بسیار قشنگی را بیان می کند. میگه اهل اسلام در این عصر در عزت تمام خودشون بودن، علم فراوان، جهاد در اینجا مثلا میگه پرچم جهاد بلند بوده، سنت های مشهور وجود داشته، یعنی سنت مشهور بوده، بدعت کاملا سرکوب شده در این عصر و اونایی که حق را میگویند فراوان هستند و اهل عبادت فراوان هستند و مردم در آسایش کامل در امن و امان وجود دارند و سرزمین اسلام یک سرزمین وسیع و گسترده است که از مغرب گرفته تا جزیره اندلس تا همین اسپانیا امروز و تا نزدیک سرزمین خطائیه که منطقه تقریبا یک قسمتی از چین، از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان، تمام اون سرزمین را در بر می گرفت و قسمتی از هند و قسمتی از حتی حبشه. یعنی این سرزمین وسیع در سرزمین اسلامی بوده و خیلی گسترش داشته در این عصر و در این عصر خلفای این زمان ابو جعفر منصور که امام ذهبی میفرماید دیگه کجا ما کسی مثل ابو جعفر منصور را پیدا کنیم. البته نمیگیم که دیگه هیچ اشکالی در او نبود و بالاخره ظلمی نداشته، اما بالاخره شجاعتی که داشت، قاطعیتی که داشت و کمال عقل و کمال درک و شعوری که این شخص بزرگوار داشت و این که در ادب و در علم و هیبتش یعنی اصلا زبان زد بوده، مرد بسیار بزرگواری بود. بعداً فرزندش اسم مهدی که بسیار مرد یعنی اهل سخاوت بود و محاسنش خیلی زیاد بود و مهمترین محاسنش این بود که اهل زنادقه را در این عصر ریشه‌کن نمود، ریشه‌کن کرد و فرزند بزرگوارش هارون الرشید، فرزند مهدی که هارون الرشید میشه که دیگه معروف است. 1 سال جهاد میکرد، خودش شخصا حضور پیدا میکرد در جهاد و 1 سال هم
هر سال یک سال جهاد یک سال حج معروف بوده و عظمت این مرد بزرگوار میگوین هرچند مثلا گاهی اهل له لعبم بوده ولی دیگه این یک امر طبیعی بوده، اما در عین حال بسیار احترام میگذاشته به دین خدا، حرمات دین، شعائر دین و در علم و اینا بسیار اهل علم بود و در مسائل رأی و اینا یعنی اهل رأی بود، یعنی نظر داشت، اهل نظر بود و دوستدار سنت هم بود. و در این عصر انسانهای صالح فراوانی وجود داشت از قبیل ابراهیم بن ادهم، داود طائی، سفیان ثوری و از علمای نحو مانند عیسی بن عمر و خلیل بن احمد که اینا معروف هستند و حماد بن سلمه و عداده و از قاریان قرآن مانند حمزه بن حبیب و ابی عمرو بن علا و نافع بن ابی نعیم و شبل بن عباد و سلام طویل و شیخ یعقوب و از شعرای فراوان در این عصر وجود داشتند و بالاخره و همچنین از فقهای بزرگ مانند امام ابو حنیفه، امام مالک، امام اوزاعی، اینها همه در این عصر زندگی کردند و امام شافعی و همچنین امام الذهبی بعدا میفرماید من فقط اومدم به عنوان مثال حدود 70 و چند تا از این امامان بزرگ را نام آوردم، من فقط این قسمت را آوردم به خاطر تخفیف، یعنی وگرنه فراوانند، یعنی 70 و چند تا از علما و مجتهدین در این عصر زیستند و در این عصر کار کردند، یعنی در واقع عصر طلایی امت اسلامی بوده در واقع. پس این عصری که الان ما در آن هستیم این عصر طلایی عصر تدوین است، تدوین حدیث به صورت مرتب و ابواب بندی و اینها شروع می شود که مثلا به عنوان مثال حتی در علم تاریخ رجال هم در اینجا رجال شناسی و شناسنامه برای رجال حدیث و برای تمام اون افراد برایشون انگار بگوییم برای همه شناسنامه صادر می شود و بالاخره تعریف و معرفی کامل اینها مانند مثلا لیث بن سعد که در سال 175 فوت می کند، یعنی در ابتدای قرن بوده و 175 فوت می کند و ابن المبارک که در سال 181 فوت می کند و ضمره بن ربیعه که در سال 202 فوت می کند، این 2 سال قبل از اینکه امام شافعی فوت کند و فضل بن دکین که در 218 مثلا فوت می کند. اینها بزرگانی بودند که در این عصر کتاب‌های فراوانی کتاب‌هایی در رجال شناسی و اینها تثبیت نمودند و تدوین کردند. پس در واقع این عصر بنیانگذاری و تأسیس علوم سنت است. درست. در این عصر این بزرگانی مثل مالک و شافعی و ثوری و اوزاعی و ابن مبارک و ابراهیم فضالی و ابن عیینه و قطان و ابن مهدی و وکیع و غیر آنان زیستند. وکیع دیگه استاد امام شافعی بوده، وکیع ابن جراح. اینها مسائلی بودند که در این عصر وجود داشته است. حالا در این عصر که همچنان که گفتیم، پس تفاوت این عصر با عصر قبل این بود که در اینجا تدوین بر اساس ابواب بندی و منظم و مرتب و ترتیب بندی انجام می گرفت و این مصنفاتی که در این مثلا انجام می گرفت چیزایی بودن، هم احادیث رسول خدا در آن بود صلی الله علیه و سلم، شامل احادیث بود، شامل از اقوال صحابه بود و شامل فتاوای تابعین بود. به همین صورت اینها وجود داشت، یعنی در واقع و اسمهایی که در این عصر مثلا وجود داشت، اسم کتابهایی که در این عصر معمولا نوشته میشد معروف میشد به اسم موطأ یا مصنف یا جامع یا سنن و بعضی هاشون مثلا به یک اسم خاصی برای آن میگذاشت، مثلا الجهاد، الزهد، به اسم کلمه الجهاد، الزهد، المغازی و السیر. مثلا به این اسمها بعضی هاشون برایشون اسم گذاری میکردن. پس اون کسی که اسم الجهاد میگذاشته کلا کتاب را احادیث جهاد را جمع آوری میکرده. اون کسی که الزهد بود فقط مسائلی که مربوط به مسائل اخلاقی و مسائل
تزکیه نفس و اینا باشد، احادیث آنچنانی مثل کتاب مثل ریاض الصالحین مثلا. یا مثلا البته راستن در معاصر نبوده، منظور کتابای اینجوری منظورمه، مثلا کتاب مثل مغازی و سیر، اونی که مربوط به مسائل غزوه‌های رسول الله بوده صلی الله علیه و سلم و سیر و سیره. مثلا اصلا سیر هم معروف است به غزوات، به غزوات و جهاد و اون غزوه‌هایی که انجام می‌گرفته. حالا مشئونایی که بسیار مشهور بودن در این عصر، مثلا گفتیم موطأ نوشته شده، بله همه موطأ امام مالک رو میشناسن، بله 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 اسمش رو شنیدن، بله بله، که کتاب‌های دیگری باز هم به اسم موطأ فراوان بوده. بله. و هر کدوم از آنها مثلا از جمله موطأ امام مالک که دیگه در اینجا سرآمد است و همه میشناسن، وگرنه تنها موطأ مالک نیست، کتاب‌های بسیار زیادی در این عصر وجود داشته، از مانند مثلا امام ابو محمد عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج که معروفه به امام ابن جریج. ابن جریج که در سال 150 فوت میکند، این اهل مکه است، این در مکه بوده. یعنی در مکه اولین کتابی که در عصر در همون قرن اول نوشته می شود توسط امام ابن جریج در حدیث، امام در مکه بوده. و محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی که در سال 150 که هجری اونم فوت میکند، اونم در مدینه. و معمر بن راشد بصری بعداً صنعانی، معمر بن راشد یکی از اساتید امام بخاری، امام مسلم، بقیه کتب حدیث که بعد از اینا تدوین میشوند، یعنی در این عصر هیچ کدوم از ائمه حدیث وجود ندارند از اینایی که الان معروف هستند، مثل امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، هیچ کدوم هنوز وجود ندارند. تا اونا در ابتدای قرن امام بخاری، فقط امام بخاری در اواخر قرن همین قرن اول متولد می شود و قرن دوم متولد می شود و بالاخره فعالیت اصلیش وارد قرن سوم می شود. و همچنین سعید بن ابی عروبه که در بصره بوده، ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی که در شام بوده، و محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذئب که در مدینه بوده. البته اینا نگفتم، ابن عروبه در سال 156 هجری فوت می کند و ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی در 156 باز هم اونم در شام فوت می کند و محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذئب در سال 158 در مدینه فوت می کند. یعنی همه اینها این علمایی هستند که در حدیث به صورت یعنی معین موطأ و سنن و الجامع را تدوین نمودند که انشاءالله در برنامه بعدی به تعدادی از اینها اشاره میکنیم. و ربیع بن صبیح بصری که اون هم مشخص در بصره بوده و در سال 160 هجری که فوت میکند، و شعبه بن حجاج باز هم اونم در بصره بوده، در 160 فوت میکند. یعنی عصر بسیار پر از اهل علم و علماء بزرگ در این عصر. و ابو عبدالله سفیان بن سعید الثوری که در سال 161 هجری در کوفه فوت میکند، و لیث بن سعد فهمی که در سال 175 در مصر بوده و فوت میکنه در اون عصر و یکی از بزرگان است، مانند یعنی هم عصر ابو حنیفه و امام مالک و این بزرگان. و ابو سلمه حماد بن سلمه بن دینار در سال 176 هجری در بصره فوت میکند، اون هم کتاب داشته و آخرش که متأخر ترینش امام مالک در این عصر که در سال 179 فوت میکند در مدینه منوره، که این هم یکی از اون بزرگان است. یعنی در این 12مین است، یعنی از نظر قبل از او این 11 تا به عنوان نمونه ما ذکر نموده ایم که دارای کتاب بودند که مالک بن انس در میان همه شهرتش بیشتر است.
انشاءالله در مورد کتاب امام مالک در پس از یک برنامه صحبت میکنیم. مگر صحبتی هست کوتاه میخواستیم بفرمایید؟ چقدر مونده الان؟ ما برای میان برنامه الان وقت میان برنامه است. اگر خیلی خوب، پس الان به نظرم مشکلی نیست، شما میان برنامه رو اعلام کنید. بله. برای میان برنامه نمونه های دیگری ذکر میکنیم و ان شاء الله دوست دارم بیشتر در مورد کتاب موقع مالک را حتما باید بیشتر معرفی کنیم. بسیار خوب. از بینندگان عزیز یک میان برنامه کوتاه خواهیم دید، خدمت شما بزرگواران برمیگردیم و ادامه مبحث رو در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. با ما باشید. محمدا وكتبت عنه ففرح الرسول به فخلع الرسول رداءه وثوبه وأعطاه معاوية هدية له. ليس بالإسلام ملكا أعدل في أمة محمد كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين فدتك نفسي وخال المؤمنين لك السلام. صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام. أمير المؤمنين فدتك نفسي وخال المؤمنين لك السلام. صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام. وأنت الشهم يا عطر السجايا ويا عقلا به وزن الأنام. وأنت الشهم يا عطر السجايا ويا عقلا به وزن الأنام. إليك تحية وإليك قلبا وفيا لا يترجمه الكلام. أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخال المؤمنين لك السلام. تلظى شانئوك بنار حقد ويوشك أن يكون لها ضرام. وراموا الزور في قول وبهت وعن فضل الصحابة قد تعاموا. تلظى شانئوك بنار حقد ويوشك أن يكون لها ضرام. وراموا الزور في قول وبهت وعن فضل الصحابة قد تعاموا. لقد كثر الطغام بكل أرض وهل يؤذي إذا كثر الطغام. لقد كثر الطغام بكل أرض وهل يؤذي إذا كثر الطغام. فنور الحق ما غطاه يوما عن الإشراق إن جاء الظلام. فنور الحق ما غطاه يوما عن الإشراق إن جاء الظلام. أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخال المؤمنين لك السلام.
سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در مورد تدوین و تصنیف حدیث در قرن دوم صحبت می‌کردیم. جناب دکتر فرمودن که این قرن رو میشه گفت قرن طلایی امت اسلام، چرا که علما و فقها و محدثین بسیار بزرگ امت اسلام در این قرن زندگی کردن و اسم تعداد زیادی از علمای بزرگ رو برامون ذکر کردن که همشون مثل خورشید درخشان در آسمان این امت می درخشند. واقعا علمای بسیار بزرگی که شاید مسلمانان مثلا امام مالک رو از همه بهتر بشناسن، چون یکی از ائمه اهل سنت هست، ایشون در این قرن زندگی کرده. خب اساتید این امام هم در همین قرن بودند، یعنی استادهای امام مالک اساتید بزرگ که شاگرد تابعین بودن، شاگرد صحابه بودن، در این قرن زندگی کردن و این نمونه میشه یه خورده ذهن ما رو نزدیک میکنه به اون واقعیتی که در اونجا بوده. شخصیت بسیار بزرگی مثل امام مالک اونجا بوده و اساتید ایشون هم اونجا زندگی کردن، در اون قرن بودن. در این قرن کتاب‌های زیادی در مورد حدیث تصنیف شده، در ابواب مختلف این احادیث طبقه بندی شدند، به اسم موطأ اسم گذاری شدن، به اسم مصنف بودن، به اسم جامع بودن. بله، بیشتر اکثر در این عصر اینجوری بود. بله. حالا می‌خوایم ببینیم، گفتیم قبل از میان برنامه بینندگان گفتیم که دوست دارم بیشتر در مورد موطأ امام مالک صحبت بکنیم. اولا معنی کلمه موطأ چرا گذاشتن اسمش رو موطأ؟ این یک، و این موطأ امام مالک چند حدیث توش هست، درجه احادیثش چجوری هست، مثل کتاب‌های دیگه ضعیف صحیح داشته باشه، و بین امام مالک تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چند نفر وجود داره. اینا معلومات مفیدی هست که بینندگان عزیز هم شاید دوست داشته باشن این رو بدونن. بسیار خوب. البته من از کردم تعداد دیگری میخوام بیان کنم. از در این عصر که کتاب‌هایی نوشتند، به جز ما تا اینجا تقریبا به امام مالک 12 نفر و بعد از اونم عبدالله ابن مبارک که در سال 181 هجری در خراسان فوت میکند، یعنی 181 فوت میکند اونجا در خراسان. اونم کتابی داره در حدیث در این عصر. و امام جریر ابن عبدالحمید الضبی در شهر ری زندگی فوت میکنه در سال 188 هجری، یعنی الان داریم یواش به نزد آخر قرن دوم نزدیک میشویم. و عبدالله ابن وهب مصری که در مصر بوده، اسمش مشخصه. و امام سفیان ابن عیینه که در مکه بوده، هم کلاس امام مالک اونم. سفیان ابن عیینه و سفیان ثوری و امام مالک و اینا دیگه هم کلاس هستند، همه با شاگردان امام زهری هستند. و وکیع ابن جراح الرؤاسی متوفای سال 197 هجری بوده در کوفه، که این هم یکی از اساتید بزرگوار حتی امام شافعی بوده. و خود امام ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی که متوفای ابتدای قرن سوم است، یعنی 204 دیگه فوت میکنه، اونم در همین عصر زیسته و اون هم مسند دارد، یک مسند کامل در حدیث دارد. و عبدالرزاق ابن همام صنعانی که در 211 فوت میکنه در صنعا. یعنی ما مصنف دارد، مصنف ابو عبدالرزاق که دیگه معروف است. اینها افرادی بودن که در این عصر وجود داشتن، اما دوست داشتم که به این چند کتابی که در اسمهایی که در اسم تعدادی از این کتاب ها به صورت واضح اشاره کنیم. مثلا جامع معمر بن راشد که در 153 بود، اسم کتابش گفتیم یا الجامع است، کتاب های اینا، یا الموطا هست
یا سنن هست یا مصنف، یعنی چیزایی از این قبیل معمولا گذاشتن، یا به اسم خاصی، مثلا اسم الجهاد، اسم الزهد، اسم به این صورت. مثلا موطأ امام مالک معروف است، یا مثلا احادیث اسماعیل بن جعفر که در 180 هجری فوت می کند، یا الزهد و رقائق امام ابن مبارک و زهد نعیم ابن حماد، اینام که در 181 هجری بودن، یعنی کتابشون به اسم الزهد و الرقائق، در مورد زهد بوده و در احادیث در مورد زهد و رقائق یعنی اون چیزایی که باعث می شود دل انسان را نرم می کند و بالاخره تزکیهش می کند، گریه می کند، یعنی دلش خیلی نازک می شود، بعداً به خاطر مسائل دینی زود متأثر می شود. و آثار ابو یوسف در سال 182 هجری و آثار محمد بن حسن و الجامع ابن وهاب رفعت فوزی عبدالمطلب که در سال 197 هجری بوده. حالا دیگه این به آخر این قرن رسیدیم. حالا بهتر است که ما مقداری در مورد یکی از این کتاب ها که در این اصل نوشته شده و همه مسلمانان آن را اسمش رو تقریبا شنیده اند و میشناسند، موطأ امام مالک است. و این که اصلا چرا به موطأ گفته شده موطأ، دو سه چیز در این زمینه وجود دارد. البته یکی این که موطأ یعنی هموار کردن حدیث آسان در اختیار مسلمانان گذاشتن، این یک معنی. یا یک معنی دیگرش این است که امام مالک می‌فرماید هنگامی که موطأ را نوشتن 70 نفر از علمای مدینه به همه آنان عرضه نمودم و همگی بر آن موافقت کردند. گفتند واقعا کتاب بسیار عالی است، بسیار خوبی است. پس موطأ یعنی موافقت تمام علمای بزرگ اون عصر بر کتاب امام مالک. البته یک نکته هم اگر بیان کنیم، یعنی یک مختصر از اسم خودش و بالاخره مشخصات بهتر امام مالک بیان کنیم، به نظرم بهتر است. امام مالک کنیش ابو عبدالله است، اسمش مالک است، پدرش انس است، انس اصبحی. امام دارالهجره معروف است. دارالهجره یعنی همون مدینه منوره. امام مدینه منوره است. همیشه وقتی که اونجا دیگه تدریس میکرد تو مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میفرمود کل یؤخذ من کلامه و یترک الا صاحب هذا القبر. دائما اینو میفرمود، هر کس بعضی از اقوالش قابل قبول است و بعضی مردود، جز صاحب این قبر، جز صاحب این قبر که رسول خداست صلی الله علیه و سلم که هر چی فرموده همش مقبول است و همش صحیح است. درست. امام مسلمانان امام ذهبی چی بهش میگوید؟ میگه امام دارالهجره، بعد میگه نه بابا من اشتباه گفتم، امام المسلمین. بهتره گفته شود امام مسلمین، نه تنها امام دارالهجره. در زمان خودش امام ذهبی میفرماید الامام الحافظ فقیه الامه شیخ الاسلام. این امام است، حافظ است، یعنی حافظ دیگه یک لقب بسیار عالی برای محدثین و کسانی گفته می شود از محدثین، این لقب به همه گفته نمیشه، تعداد بسیار کمی از محدثین این لقب را دارند که امام مالک از این افراد کم هست. پس این امام مالک است. حالا به این دو دلیل هم گفتیم کتابش به موطأ اسم گذاری شد، چون خود امام مالک میفرماید من این کتابم را بر 70 فقیه از فقهای مدینه عرضه نمودم، فکلهم واطأنی علیه فسمیته الموطأ. همه گفتن برای من موافق کتابم بودن، دیگه من گفتم بهترین اسم برایش این است بگویم موطأ باشد. درست. حالا خیلی خوب، این کتاب موطأ چه چیزی در آن وجود دارد؟ موطأ امام مالک شامل احادیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اقوال صحابه و فتاوای تابعین
و امام مالک این کتاب را در میان 100,000 حدیثی که روایت کرده انتخاب نموده. درست. 100,000 حدیثی که امام مالک انتخاب نموده، در میان این 100,000 حدیث این تعداد احادیث را انتخاب نموده. 1700 و چیزی که الان با آن اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. حالا عدد این احادیثی که در آن وجود دارد 1720 حدیث است. یعنی کل چیزی که در آن وجود دارد از احادیث رسول الله و از اقوال صحابه و از اقوال تابعین. درست. که مثلا به این صورت میشه ما بیان کنیم، چون امام مالک هم چندین نفر این موطا را از او روایت میکنن، تنها یک نفر نیست، چندین نفر از شاگردانش این موطا را از او روایت میکنن و امام مالک در طول 40 سال که این کتاب را نوشته هر بار این را بازیابی کرده و بازرسی کرده و با آن اضافه نموده و چیزهای از آن کم کرده و اضافه نموده تا این کتاب را خالص کرده و غلبال کامل غلبالش کرده. به همین خاطر تعداد احادیثی که در موطا مالک وجود داره، یعنی فقط احادیثی که از رسول الله باشد صلی الله علیه و سلم، 853 حدیث است. یعنی احادیث مرفوعش، احادیث مرفوع به رسول خدا صلی الله علیه و سلم 853 حدیث است. بله. که گفتیم مجموعی همش 1720 حدیث است. بله. اما اون مجموعه احادیثی که در آن وجود دارد میگه مسندهایش، اونایی که با سند متصل به رسول الله رسیده است، 600 حدیث است. مرسلهایش 222 حدیث است. موقوفش موقوف یعنی قول صحابه. موقوف یعنی قول صحابه. 613 حدیث از اقوال صحابه و 285 قول از اقوال تابعین. از کدوم تابعین؟ از کبار تابعین. امام مالک دیگه علمش را از کبار تابعین دریافت نموده. کبار تابعین و اواسط تابعین و کبار تابعین بالاخره دریافت نموده. حالا این اختلافاتی در تعداد روایت موطا وجود دارد با توجه به اینکه راویان مختلفی داشته و هم امام مالک هر سال این را بازیابی میکرده، مرتب آن را تنقیح میکرده. همچنان که خودش یعنی میفرماید 40 سال کامل روی این حدیث بالاخره رویش کار کرده و آپدیت کرده، در واقع به روزش کرده در واقع. و حالا امام شافعی میفرماید، یک قول معروفی از امام شافعی وجود دارد، میفرماید اصح کتاب بعد کتاب الله موطا المالک، موطا الامام المالک. میگه صحیح ترین کتاب بعد از کتاب الله، بعد از کتاب خدا، یعنی بعد از قرآن، موطا امام مالک است. حالا ممکنه کسی سوال کند پس چرا ما میگیم بخاری و مسلم؟ بخاری و مسلم در اون زمان نوشته نشدن. چون امام بخاری و مسلم در اون زمان نوشته نشدن. بله. در زمان در این عصر نشدن اصلا. بله، امام بخاری در این عصر متولد شده، در این تقریبا در عصر امام مالک بوده ولی به کوچک بوده. یعنی امام شافعی وقتی که فوت میکند، امام بخاری حدودا 10 سالشه. چیزی سنی نداشته. در نتیجه قول امام بخاری وجود نداشته تا امام شافعی کتاب اولا ببیند و وجود داشته ولی بچه‌ای بوده، کودکی بوده، در درس میخونده. حالا دیگه پس تعارضی در بین این وجود ندارد که علما میگویند صحیح ترین کتاب بعد از کتاب خدا صحیح بخاری و صحیح مسلم است. این نکته خیلی مهم است. اولا حالا کسی شاید بگوید حالا خیلی خوب، اکنون که بعد از صحیح بخاری و مسلم آیا موطا مالک بهتر از این است؟ این نکته مطرح است که آیا موطا امام مالک بهتر از این است؟ ما وقتی که نگاه میکنیم، اولا موطا مالک نسبت به احادیثی که در آن وجود دارد خیلی تعدادش خیلی کمتر است
و قول الصحابه فراوان بها دارد و قول تابعین دارد و بالاخره احادیث آن گفتیم 853 حدیث است. این 853 حدیث تعدادی هم مرسل هستند. در نتیجه 600 تا مرسل نیستند. البته مرسل حالا دیگه مثلا کسی بگوید حالا مثلا مرسل منظور چیز، مرسل این است که یک انسان تابعی میگوید رسول خدا اینو فرمود، یعنی این صحابی را حالا مثلا در اینجا ممکنه این تابعی از تابعی دیگری شنیده باشد و اون تابعی از صحابه یا ممکنه از صحابه شنیده باشد. اگر مرسل فقط صحابه از اون افتاده باشد مشکلی ندارد، اون مثل حدیث صحیح هیچ مشکلی ندارد، چون صحابه همه فرقی نداره کدوم صحابی روایت کرده، فرق نمیکنه، همشون معتبر هستند و حرفی در اون مورد. ولی به همین خاطر در مورد حدیث مرسل تعدادی از علما مثل امام شافعی شروطی برای آن قرار میدهد، میگه باید اگر کبار تابعین بگویند مثلا حدیثی را از رسول الله نقل کنند بدون ذکر اون صحابه، حرفشون قبوله، چون دیگه کبار تابعین علم و دانش را از صحابه گرفتند. دیگه مثل سعید ابن مسیب اگر بگوید مثلا رسول الله اینو فرموده هیچ مشکلی نداره، چون مانند او شاگرد ابو هریره بوده و بالاخره مرتب احادیث را از صحابه گرفته. حالا گفتیم احادیث موطا کم بودن. یکی این است که اولا صحیح بخاری و مسلم وجود نداشتند در اون عصر که ما بگوییم مقایسه کنیم. امام بخاری، امام مسلم دقیقا همون سالی که امام شافعی فوت میکنه امام مسلم متولد میشود و امام بخاری هم در عصری که امام شافعی فوت میکند امام بخاری 10 سالش بوده. در نتیجه اینا وجود نداشتند. جناب دکتر اشاره میکنم که 7 دقیقه وقت داریم اگر بشه بحث رو جمع بکنیم که بله، پس این مطلب تمام میکنیم ان شاء الله این قضیه را. و دیگه بقیه کتب محدثین غیر از امام بخاری و مسلم هم قطعا بعد از امام بخاری و مسلم اومدن، مثل امام ابو داود و ترمذی و نسائی و ماجه، اینا متأخرتر هستن مقداری. پس تعدادی از علمای این امت بر این بودند که موطا مالک همه صحیح است، همه بر این هستند که موطا مالک صحیح است. تعدادی از علمای این امت مانند امام ابن صلاح شهرزوری و امام ابن حجر عسقلانی میگویند تمام احادیث موطا صحیح هستند، تمام، هیچ شکی در صحت آن نیست، چون امام مالک خودش امام بزرگی بوده و حدیث ضعیفی در آن وجود ندارد. درست این بیکار به این مرسل ها نداریم که مرسل در آن هست و قول صحابی اونا، ولی احادیثش همش صحیح هستند دقیقاً. اما آیا در حد بخاری و مسلم هستند؟ جمهور علما میگویند نه. جمهور علما میگویند بخاری و مسلم باز استانداردشون بالاتر است. استاندارد امام بخاری و مسلم بالاتر، چون ما گفتیم که امام بخاری و مسلم در میان شاگردان هر شیخی می اومدن اون کسی که همیشه در سفر و در غیر سفر با شیخش بوده حدیث را می گرفتن و در عین این که ثقه باشد و حافظه خوبی باشد و این شرط دیگر هم داشتن، ولی دیگر محدثین این شرط دیگه لازم نمی دونستند، این شرطی که مثلا حتما اینجوری باشد. و همین اما بعضی از علما آن را گفتن این میتونیم بگوییم جزء کتب سته، یعنی امام موطا مالک ششمین کتاب از در میان این 6 کتاب، یعنی دیگه ابن ماجه را حذف میکنن از آن، بجای آن موطا امام مالک میگذارند که این رزین ابن معاویه سرقسطی که متولد 500 یعنی متوفای سال 535 هجری بوده در کتاب خودش الجمع بین الکتب السته موطا مالک را ششمین کتاب قرار داده در جمع بین کتب سته. و امام ابن اسیر هم که کتاب جامع الاصول را دارد، تمام این احادیث را در یک کتاب جمع نموده که متوفای 606 هجری می باشد، اون هم نظرش بر این است که کتاب ششم هست، یعنی چون اون شروطی که اونا گفتن. ولی در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم قول جمهور بهتر است، نزدیک و واقع است، به دلیل این که موطا مالک حدیث ضعیف در آن نیست، اما سنن اربعه
ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه احادیث ضعیف در آن هست. حتی ابن ماجه احادیث موضوع در آن هست. درست. در نتیجه از این لحاظ که ما نگاه کنیم قول جمهور معقول تر است و قبول تر است که موطا مالک در ردیف یعنی بعد از صحیحین است. بله. چون ضعیف در آن نیست. بله. از این لحاظ یعنی بالاتر از سنن اربعه است. این نکته قوی تر است. حالا آیا این کتاب به آن اهمیتی داده شده؟ یعنی شروحی بر این کتاب وجود دارد؟ بله. بهترین شروح موطا امام مالک امام ابن عبدالبر شرح نموده که متوفای سال 463 هجری بوده، یعنی در اون سال فوت نموده، یعنی در اواسط قرن پنجم. کتاب الاستذکار شرح موطا امام مالک است. مثلا اسمش رو گذاشته الاستذکار فی شرح مذاهب علماء الامصار، یعنی اصلا کتاب را آنچنان بیان میکنه. چرا؟ چون در کتاب موطا امام مالک اقوال تابعین، اقوال علما، اقوال صحابه همه در آن وجود دارد. این ویژگی خوبی که در آن وجود دارد این است و همین خاطر اون داره میگوید شرح مذاهب علما. درست. چند دقیقه مونده؟ 2 دقیقه مونده. 2 دقیقه. و کتاب کاملتر از این که امام ابن عبدالبر بر آن شرح گذاشته التمهید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. درست. اینم دیگه خیلی کتاب مفصل تری است که در 24 مجلد این کتاب چاپ شده. ماشاءالله. ممکنه در بالاخره چاپ‌های مختلف تعداد مجلدات تغییر کند، ولی به هر صورت در مغرب در مراکش در یک چون بیشتر اونا با مذهب مالک هستن توجه میکنن در 24 مجلد چاپ شده. پس این کتاب بزرگ امام مالک کتاب بسیار مهمی است و در اون قرن اول درست نوشته شده و تدوین شده و ابواب بندی شده و اقوال فقهای تابعین و صحابه و اینا در آن هست و احادیث رسول خدا هم در آن است صلی الله علیه و سلم. یعنی ما در میان اون همه کتابی که ذکر نمودیم این یکی از این کتاب هاست. حالا شما نگاه کن هر کدوم از این کتاب ها که نگاه کنید اگر مثلا ما فرصت کنیم در تعداد دیگر از این کتاب ها را بیان کنیم میشه ان شاء الله. در اینجا ظاهرا وقت ما داره به پایان میرسد و مرتب به من یادآوری میکنن که وقت داره تمام میشود. تا این عصر به این نتیجه رسیدیم که کتاب های فراوانی در احادیث تدوین شده و اصلا تصنیف شده در ابواب مختلف و تنقیح شده، احادیث صحیح و اینا جمع‌آوری شده. دیگه در نتیجه تمام افرادی که میخواهند ایراد بگیرند از احادیث رسول خدا که بگویند تدوینش خیلی عقب افتاده، قول کاملا بی اساسی است و قول کسی است که علم و دانشش به اینجا نرسیده و توجه نکرده و به اصل و مراجع خودش برنگشته. در اینجا من همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و به شما موکول می کنم. جزاکم الله خیر جناب دکتر. خیلی از سخنانتون استفاده کردیم و امیدوارم که تمام بینندگان عزیز استفاده کامل رو از این مباحث برده باشند و به این قضیه واقف باشند که احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اعتنا شده، جمع آوری شده، نوشته شده، ثبت و ضبط شده همه و هیچ چیزی از قلم نیفتاده که کسانی بیان و شبهاتی مطرح بکنن. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر شما بزرگواران رو به الله تعالی می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.